راهی که برای ما میماند دو تاست. چون مردمانی هستیم که به امضای خودمون پابند هستیم، میگوییم یک امکان این است که تا 1979 یعنی 6 سال دیگر کمپانی های موجود به کارشون ادامه بدهند، به شرطی که درآمد هر بشکه نفتی که به ما میرسد از درآمد ممالک هم حوزه ما کمتر نباشد، به شرطی که قدرت صادراتی ایران به 8 میلیون بشکه در روز برسد و اگر فاصله‌ای که حالا تا اون رقم هست پر نشود خود ما خواهیم کرد و خود ما میدانیم با اون نفت اضافی چه بکنیم. در 1979 قرارداد خاتمه پیدا خواهد کرد و شرکت‌های فعلی در اون ردیف بلندی که بعد خواهد ایستاد و مشتری نفت ایران خواهد بود بدون هیچ مزایایی مثل دیگری باید بیان صف بکشند.